راشه کومندان ودرېږه دلته خپلې خبرې د ټولې د خلکو ته وکړه چې چی به سلامونه او نیکی هیلې ګرانو هیوادوالو. سلام احترامات به تمام اقوام پر افتخار جمهوری اسلامی افغانستان. بنده کنگ جنرال پاریس افغان سر تمام قوم، سر تمام انسانیت افتخار میکنم. به هیچ قوم، به هیچ اقوام کدام جنجال یا کدام مشکلی من ندارم. به دین اسلام هستم، به ملت افغان هستم. گپای مرا گوش کنین ملت جمهوری اسلامی افغانستان، بالخصوص مردم پر افتخار ولایت پنجشیر. بنده سرتان افتخار میکنه سر تمام اقوام افغانستان، بالخصوص سر مردم پنجشیر. سر مردم پنجشیر صدا میکنم. ما 19 سال در مقابل امارات اسلامی جنگیدم ولی اشتباه کردم. امارات در مقابل ما جنگید، اشتباه کرد. ولی فعلا حکومت فعلی افغانستان دست امارات است، من سرش افتخار میکنم. ولی به شما ملت پر افتخار پنجشیر ایره براتان میگم که 4 نفر گونده شما کشته شد که یکیش لوچک بود به نام اسیب قوای مرکز. او نه کدام مجاهد بود نه کدام سرباز وطن. ما سر سرباز بریدمن افسر افتخار میکنیم، سر جنرال و مارشال و اینا را دشمن سرش هستم، به خاطری که وطن ملت همین جنرالا و همین مارشالا فروختن. ما دشمن سر سیاستمدارای افغانستان هستم در جمهوریت که بودن، نه دشمن امارات. امارات حکومت فعلی افغانستان و ملت پنجشیر برای شما میگم بیدار شوین. هیچ 4 قماندانای شما را که کشتنی را طالب نکشته، ایره امارات نکشته، ایره فقط احمد مسعود کشت. احمد ضیا مسعود اینا را کشتن، جنرال احمد ضیا اینا را کشتن. قماندانای شما، رهبرای شما، کل شما را میکشن. کل شما را میخواهد به تمام دنیا یک مردم خائن، یک مردم بیناموس، یک مردم بیغیرت معرفی کنه. کی کار میکنه؟ اینمی رهبرای شما. امی احمد مسعود خودش در فرانسه ششتگی، جنرال سمیع بیادر در امریکا ششتگی، احمد ضیا مسعود، احمد ضیا بیادر جنرال احمد ضیا در اروپا و جرمنی ششتگی، پول سوسیال و پول جواب سنتر میگیره. ولی شما مردم قتل میکنه. بلیاز خدا، بلیاز قرآن، بیدار شوین. خود در کشتن نتین، خود در قتل نتین. یک شوین، یک مش شوین. در امارت دست بتین، در انسانیت دست بتین، در افغانیت دست بتین. شما باید بندی بنده نباشین. ما شما کلگی ما بندی خداوند بزرگ هستیم. به خاطر آبادی وطن، به خاطر بازسازی کشور که دولت باید دست یکی کنیم. یکی شوی میره نگوین که پشتون است، ای ازبک است، ای هزار است. ما برد میگم جز پدر و مادر ما، جز خداوند بزرگ کسی دیگه شخصا برای ما قابل قبول نیست. ما سر انسانیت افتخار میکنم. شما مردم پنجشیر که بی عزت ساخته و بی غیرت می سازه و تمام دنیا شما را بد معرفی میکنه، وحشتگر و دهشتگر.